اینجا البته که سخن سری خریداری نوین برایتون می رود. این نوبت بر عوض 35.2 میلیون یورو حمله‌ور 18 ساله از اولمپیاکوس یونان پارالامپوس کوستولاس را خریداری نمود. حمله‌ور جوانی یونانی با شرطنامه 5 ساله به صف این دسته ساحلی آمده سر از 1 ایول شامل سیستم دسته فابیان خیورسلر خواهد شد. کوستولاس موسم قبلی در سطح اولمپیاکوس صاحب عنوان قهرمانی یونان و جام شده بود. همچنین 7 گل و 2 ارسال گلی در 35 بازی چمپیونات‌های موسمی با آمار گرفت. خریداری آینده سازی برایتون باید که برای همه فوتبالدانان مورد دقت قرار داشته باشند، زیرا محض همین دسته سالیان اخیر در انگلیا دسته‌های تاپ را با بازیگران با صفت تامین میکند. چینفران و چرسوچکانی که عین حال در لیورپول و چلسی درخشش دارند عیناً از صف برایتون بیرون شده هم شهرت و شان یافتند و هم یک دهن نان پیدا نمودند.